با سلامی دوباره برای مباحثی که مربوط بود به حوزه دیتا کلینینگ ما یک سری مثال های ساده ای رو انجام دادیم در فضای نرم افزار اکسل که همه باهاش آشنایی دارن و یه سری از این کارهایی که برای دیتا کلینینگ بود رو اونجا انجام دادیم بر روی یک دیتا ست خیلی ساده که یه شیت اکسل بود. ولی یکی دیگه از فضاهایی که حرفه‌ای تر هست و خب خیلی متداول هست برای عملگران حوزه دیتا، مایکروسافت اسکیول سرور منیجمنت استودیو هست که در ایران هم به شکل گسترده ای استفاده میشه و وقتی که حالا مثلا دیتاهای ما حالت دیتابیسی داره و ما مجموعه ای از تیبل ها و روابط اونها رو داریم، در این فضا کار مدیریتش رو انجام میدیم و اصطلاحاً برای مدیریت دیتابیس های ریلیشنال استفاده میشه یا ابزاری هستش برای حوزه RDBMS. خب در این فضا از یک زبانی استفاده میکنیم به اسم زبان SQL یا SQL هم بهش گفته میشه در زبان انگلیسی، که این زبان یک زبان اعلامیه. برخلاف بقیه زبانهای متداول برنامه نویسی که بیشتر یک زبان رویه‌ای هست، اینجا ما یک زبان اعلامی داریم، یعنی میگیم که چه خروجی میخوایم و اون خروجی برامون تهیه میشه، که خود SQL هم مخفف Structured Query Language هست و در دهه 70 توسط شرکت IBM توسعه پیدا کرد و بعدها توسط نهادهای بین المللی مثل ایزو یا آیزو و همینطور استاندارد آمریکا اومد و استاندارد سازی شد و امروز به عنوان یه زبان متداول در جاهای مختلفی استفاده میشه. حالا بجز این بحث SQL سرور مایکروسافت، عناوین دیگه ای هم هست، حالا شاید باش آشنایی داشته باشیم. بحث MySQL هست که یه راهکار دیگری هست که اون هم برای RDBMS ها استفاده میشه، یا PostgreSQL که هم ریلیشنال رو پوشش میده هم آبجکت رو و به خاطر همین او RDBMS بهش اطلاق میشه. حالا به این جزئیاتش کاری ندارم، من خیلی خیلی ساده در اینجا میخوام یه سری از اون تکنیک هایی که در رابطه با ترانسفورمیشن گفتیم رو روی یک دیتابیس نمونه‌ای براتون نشون بدم. باز میگم کارهایی که توی اینجا میکنم خیلی مهم نیست، بیشتر میخوام ببینم که اون مفاهیمی که راجع بهش صحبت کردیم تو فضای عملی حالا یه کمی پیشرفته تر به چه شکلی اتفاق میافته. خب همینطوری که در اینجا میبینید ما یه قسمتی داریم که اینجا دیتابیس هامون هست. دیتابیس های آموزشی معروفی هست که یکی از این دیتابیس ها دیتابیس پاپس هست که به راحتی میتونید توی اینترنت پیدا بکنید و اون رو دانلودش بکنید. خب ما ببینیم که این دیتابیس اصلا چه حال و هوایی داره، چه تیبلایی داره و چه روابطی بینشون برقرار هست. این دیتابیس یا پایگاه داده‌ای هستش که مربوط به حالا یه انتشاراتی هست که اطلاعات مختلف این انتشارات به این شکلی که ملاحظه می‌فرمایید توی اینجا قرار گرفته. این انتشارات یک سری عناوینی از کتاب‌های مختلف رو داره، یک سری فروشگاه داره، فروش انجام میده، یه سری تخفیف‌هایی داره، یه سری کارکنانی داره و همینطور یک سری نویسندگانی داره و این حالا ساختاری هستش که این دیتابیس داره و این تیبل ها به این ترتیب با همدیگه مرتبط هستن. حالا ما به این بحث هم و ساختار دیتابیسش خیلی کاری نداریم. ما شروع بکنیم همون تکنیک هایی که در رابطه با ترانسفورمیشن مطرح کردیم رو ببینیم که اینجا چطور میتونیم انجام بدیم. البته نیازی به گفتن نداره که همه اون بحثایی که راجع به کلینینگ هم گفتیم به راحتی در این فضا هم قابل انجام هست و میگم عملگران دیتا معمولا با این فضا کار میکنن
به جای فایل های اکسل. خب اگر اجازه بدین مثلا همین تیبل تایتلز یا عناوین رو ببینیم که داخلش چه چیزهایی هست. به این خاطر من اصطلاحاً یک کوئری یا یک پرسجویی رو می نویسم و میگم که با یک دستور ساده select میگم به من نشون بده که توی این تیبل چه چیزهایی هست. این دستور خیلی ساده رو اجرا میکنم و اینجا همونطوری که ملاحظه میفرمایید به من نشون میده که در این جدول تایتلز چه چیزهایی قرار گرفته. همونطوری که میبینید برای عناوین کتاب ها آیدی در نظر گرفته، هر کدومشون یک کتگوری دارن، یه تایپی دارن، بعضیشون کتابای بیزنسی هستن، مثلا بعضیشون راجع به آشپزی هم، بعضیشون راجع به روانشناسی هم. قیمتی دارن، آیدی برای پابلیکیشنشون وجود داره، بحثای رویالتی دارن و هر کدومشون فروشی داشتن تا به این لحظه. حالا یه نوتی هم نوشته شده و تاریخ انتشار اون کتاب. حالا به بحثای دیتا کلینینگ من کاری ندارم اینجا، ولی باز هم میتونید اینجا هم ببینید که یه سری میسینگ دیتا وجود داره، یه سری بخشایی هستش که نال هست. حالا اون رمدیا و اون اصلاح ها رو اینجا هم در فضای اسکیول میتونیم خیلی راحت انجامش بدیم، ولی هدف من بیشتر تمرکز رو همون تکنیک های ترانسفورمیشن هست. خب اولین چیزی که گفتم بحث سورتینگه. حالا فرض کنید ما این دیتایی که داریم که 18 تا ردیف داره، ما میخوایم اینا رو بیایم و بر اساس قیمت سورت بکنیم. باز یه دستور خیلی خیلی ساده می نویسم و میگم از این جدول عناوین کتاب ها به همراه قیمتشون رو بیار و بعد اینها رو اصطلاحاً اوردر بای بکن برای من، یا سورتشون بکن بر اساس پرایس به شکل نزولی. اگر الان هم من اینجا ران بگیرم، خب این تیکه اولش که مربوط به این بود کل این دیتا ها بود، ولی توی این قسمت دومش میبینید که برای ما کامل مشخص کرده که چه عناوینی از کتاب ها رو داریم و بر اساس قیمت اگر بخوایم اینها رو به شکل نزولی سورتش بکنیم به چه ترتیبی هست. با یه دستور خیلی خیلی ساده تونستیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم بگیم که مثلا اینا رو به شکل سعودی برای من سورت بکن و اینجا میبینید که بر اساس قیمت ها اومد و کتاب ها رو برای من سورت کرد. خب حالا بعد از بحث سورتینگ اگه بخوام یک کوئری ساده بنویسم و فیلترینگ رو راجبش صحبت بکنم، فرض کنید دوباره میگیم از همین جدول تایتل و پرایس رو انتخاب بکن و بعد با یک مفهومی به اسم ور میگیم به شرط اینکه قیمت کتاب ها بالای مثلا $10 باشه. وقتی اینو ران میکنیم میبینید که عناوین کتاب ها و قیمت ها رو آورد، ولی اینجا داره فیلتریشن یا اون تکنیک فیلتراسیون رو هم روش انجام میده. حالا ما میتونیم اینا رو با همدیگه ترکیبم بکنیم، یعنی مثلا اینجا که فیلتر کردیم قیمت کتاب های بالای $10 رو برای ما نشون بده، حالا میتونیم سورتش هم بکنیم و همون دستور اوردر بای رو هم بهش اضافه بکنیم و بگیم حالا
علاوه بر این که کتاب های با قیمت بالای $10 رو مثلا نشون ما دادی، بیا و اونها رو به شکل نزولی هم برامون سورت بکن، یا به شکل صعودی برای ما سورت بکن. پس دو تا از تکنیک ها رو صحبت کردیم، سورتینگ و فیلترینگ. خیلی راحت تو این فضا دیدیم که چطوری اتفاق میفته. حالا اگر دیتا ما هم در حد مثلا شیت های اکسل و اینا باشه، تو اونجا هم همونطوری که میدونی سورتینگ و فیلترینگ خیلی خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته. حالا یه بحث دیگه ای که داشتیم اگه خاطرتون باشه بحث اگریگیشن بود و اینکه ما بیایم دیتا ها رو اگریگیت بکنیم با هم دیگه اصطلاحاً. خب برای اینکه اگریگیت رو صحبت بکنیم اگه اجازه بدین یه بار برگردیم به خود همین دیتای اصلیمون، یعنی کل دیتایی که بذاریم من یه تیکش رو پاک بکنم، برگردیم به این و کل دیتایی که در این جدول تایتلز وجود داشت رو با همدیگه نگاه بکنیم. خب حالا فرض بکنید که ما میخوایم میانگین بگیریم بر اساس قیمت کتاب ها، یعنی این مقادیری که اینجا وجود داره رو میانگین بگیریم و همینطور فروشی که هر کتاب داشته به شکل YTD رو بیایم و با همدیگه جمع بکنیم. یعنی از ترکیب این دوتا عملا ما دوتا سلول بسازیم که یک سلولش مربوط به میانگین قیمت کتاب ها باشه، یه سلولش هم مربوط به کل فروش یا توتال سیل ما باشه به صورت YTD. خب این هم خیلی راحت میتونیم از این دستورا براش استفاده بکنیم. ببینید مثلا یه دستوری داریم تحت عنوان average که به اصطلاحاً به اینا میگن ویندو فانکشن و میایم و میگیم که مقادیر پرایس رو برای ما average یا میانگین بگیر و این رو به عنوان یک مقداری تحت عنوان مثلا average price نشون بده و همینطور بیا سر جمع حساب کن YTD سیلز رو و این رو به عنوان مثلا توتال سیلز به ما نشون بده. خب اینو وقتی من اجرا میکنم همونطوری که اینجا شما میبینید اومد و اگریگیشن رو انجام داد، یعنی این پرایس هایی که داشتیم رو همه رو با همدیگه اومد میانگین گرفت و این مقادیر فروشی هم که داشتیم رو اومد همه رو با همدیگه جمع زد و به ما نشون داد که میانگین قیمت کتاب های ما حدود $15 هست و کل فروشی که تا الان داشتیم مثلا $97,446. حالا اگه واحدش دلار باشه. حالا پس یه تکنیک ساده دیگه هم که اگریگیتینگ یا اگریگیشن بود رو هم به این ترتیب تونستیم اینجا ببینیم. حالا اگر برگردیم به همون میبینیم که اینجا تایپ کتاب ها هم مشخصه و مشخصه که اون کتاب در چه زمینه‌ای منتشر شده. ما میتونیم یه کمی این کوئری رو بهتر بکنیم و حالا بیایم یک گروه بندی داشته باشیم اصطلاحاً بر اساس تایپ کتاب ها، چون همونطوری که اینجا میبینید کتاب های مختلف در زمینه های مختلفی منتشر شده و اون تکنیک گروپینگ رو اینجا میتونیم به این کوئریمون در حقیقت اضافه بکنیم. این اولش فقط کافیه بگیم که اطلاعات تایپ رو هم
بیاره برای ما و بعد از اینکه اینها رو نوشتیم یه چیز ساده گروپ بای رو هم بنویسیم و بگیم اونها رو بر اساس تایپ بیاد و گروه بندی بکنیم. حالا همونطوری که میبینید این میانگین در حقیقت قیمت ها و کل فروش ها رو اومده بر اساس گروه های مختلف کتاب ها برای ما دسته‌بندی کرده که به این کار و به این تکنیک هم اصطلاحاً میگن تکنیک گروپینگ که راجبش صحبت کردیم. اما اگه خاطرتون باشه یه بحث دیگری داشتیم در رابطه با این کد کردن متغیرهای کاتگوریکال که حالا بعداً گفتم برای تکنیک های آماری و برای الگوریتم های ماشین لرنینگ ممکنه استفاده بشه. همونطوری که میبینید این تایپ ها حالا به شکل های مختلفی هستن. ما میتونیم برای این تایپ ها یک مقادیری در نظر بگیریم چون اینا در حقیقت یک متغیر کاتگوریکال دیگه، صرفاً سنجشش اصطلاحاً اگه خاطرتون باشه در سطح نومینال اتفاق افتاده، اسمیه. فقط میگیم گروه کتاب‌های کسب و کار، گروه کتاب‌های روانشناسی، ولی اینها رو میتونیم حالا تبدیل بکنیم به یه سری کدهای عددی که بعداً بخوایم روی اونها یک مثلا محاسباتی رو انجام بدیم. خب اینجا هم میتونیم به شکل ساده یک کوئری بنویسیم و بگیم که همین تایتل کتاب ها رو انتخاب کن، تایپشون رو هم انتخاب کن. یه دستوری هست تحت عنوان دستور کیس و بگیم طبق این دستور کیس اگر مثلا تایپش بود حوزه بیزینس، برای ما عدد 1 رو قرار بده. دیگه چه چیزایی داشت؟ مود کوک بود، پاپیولار و سایکولوژی. یا مثلا اگر تایپش بود مثلا تو زمینه آشپزی، برای ما عدد 2 رو قرار بده. اگه مثلا تایپش بود در زمینه حوزه های مثلا پاپولار، عدد 3 رو قرار بده. اگه مثلا تایپش بود در حوزه روانشناسی، عدد 4 رو قرار بده. و اگر هم تایپش بود در حوزه traditional cooking، عدد 5 رو قرار بده. خب همونطوری که میبینید یه دونش هم هستش که نوشته undecided، یعنی ما الان تایپ بیزینس رو پوشش داریم، مدرن کوکینگ رو پوشش دادیم، پاپیولار رو پوشش دادیم، سایکولوژی رو پوشش دادیم، ترادیشنال کوکینگ هم پوشش دادیم. پس میتونیم بگیم اگر غیر از اینها هم بود مثلا مقدار 0 رو براش در نظر بگیر. اینجا کیسمون رو ببندیم و بگیم اینو با یه عنوانی مثل بوک تایپ کد در نظر بگیر. خب وقتی که این کوئری رو اجرا میکنیم همونطوری که میبینید اومده برای هر کدوم که از کتاب های ما
که تایپش اینجا بشه که کاتگوریکال وجود داشت، اومد و یک انکودینگی رو انجام داد. حالا اینو من خیلی ساده با کیس نوشتم، اینو با روش‌های دیگه هم میشه نوشت، ولی میخواستم نشون بدم که این تکنیکی که داریم صحبت میکنیم راجع به ترانسفورمیشن چطور میتونه اتفاق بیفته. خب پس توی فضای SQL یا SQL اومدیم و نشون دادیم که یه سری از تکنیک هایی که در رابطه باهاش صحبت کرده بودیم به چه شکل میتونه اتفاق بیفته و البته برای بحثایی مثل ایندکسینگ هم از دستوراتی مثل create index میشه استفاده کرد که همونطوری گفتم تغییراتی در ساختار و اسکیما ایجاد میکنه. اگر هم علاقه‌مند هستید که این زبان SQL رو بهتر مطالعه بکنید، دوست عزیزم آقای دکتر حمیدرضا حداد عزیز یک کتاب خیلی خیلی خوبی دارن تحت عنوان 100 چالش کوئری نویسی در SQL سرور که برای علاقه‌مندان به این حوزه توضیح میدن که چجوری بتونیم حالا کوئری های پیشرفته تر و کوئری های پیچیده تری بنویسیم و کارهایی که میخوایم با داده انجام بدیم رو بتونیم محقق بکنیم. حالا اینجا فقط تمرکز ما رو ترانسفورمیشن بود، یه سری تکنیک های سادش، ولی این فضای SQL یک فضای بسیار بسیار پرقابلیت، عمیق و بزرگی هست که سالهای سال آدم میتونه ازش یاد بگیره و کارهای مختلفی رو در حوزه‌های مختلف دیتا انجام بده و حالا سرویس های مختلفی هم داره، سرویس اینتگریشن داره، سرویس آنالیز داره و سرویس ریپورتینگ که دوستانی که در حوزه های بی آی مشغول هستن با این سرویس ها آشنایی دارن. خب امیدوارم که از این بخش هم لذت برده باشین و یک تصویر از فضای عملی کار کردن با دیتا توی SQL هم براتون به دست اومده باشه. خیلی ممنون.